سلام. امروز اومدیم با یه عده دیگه از احمقای ایرانی که تعدادشون مثل موش هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. این افراد که نسخه اسلام مال پکیج فروشا و دوره برگزار کنه هستن، معمولا اینجوری میتونیم بشناسیدشون. بازی تازه داره هارد میشه، من موتورم قوی تو آرد میشه، باید شاشی تو کتونی فیک تیشرت نمیترسونی باریشه. میخوای بهت بگم چجوری میتونی رزق و روزی تو بدون اینکه از خواب بیدار شی زیاد کنی؟ دوست داری درآمدت با درآمد آل زبیر برابری کنه؟ جوری که مکه رو مطلع کنی؟ شیخ مزیر در پای زلکاست به نقل از یزید ابن معاویه اینجوری نقل کرده: ماما گاشاد میگه ماما من تیر خوردم. برای افزایش درآمد خودتون ورس زیبای حبیبی کام تو دوبای اون 333 بار در حالی که دور خودت میچرخی و صدای میمون در میاری تکرار کن. حدیث قدسی دم کر رو 30 بار مثل تکالیف خانم معلم تا اول ابتدایی رو نویسی کن و شاش بچه همسایه رو روش بریز و کاغذ و بعد از این حرکات لول کن داخل خودت. روزیت به طرز معجز آسایی بیشتر میشه، به طوری که ایلان ماسک مادرشو میتونی به اسارت در بیاری. همین الان پیج ما رو فالو کن و کلمه شاش رو برای ما کامنت کن تا برات شاش نوزاد 2 ماهه رو بفرستم. بذار ببینم این پکیج فروش های غیر مذهبی چه خاکی تو سرشون میریزن، همونو اسلامیزه بکنم تو پاچی خرافاتی های مذهبی. به چه پولی عذاب در بیاریم. یعنی چی که همه پولا رو محمد مهدی مامانی داره جارو میکنه؟ پکیج من چیش از فندک طرح تفنگ اون کم داره. تازه بچه پول بریزید، میخوام بس 25 اولترا بگیرن، فقط میخوام براتون شاش نوزاد بفروشم. دوستان، همونطور که میدونید برای گشایش بخت و ازدواج موفق بزرگان ما توصیه‌های فراوان و زیادی بر ذکر امروز داشتن. 405,206 تا یا فتاح میگید اگه بختتونم باز نشد خودتون حتما باز میشید به امید خدا. زیزانی که مشغله کاری دارن و نمیتونن 405,206 بار ذکر بگن، میتونن با پرداخت مبلغ ناچیزی براتون شخصا این ذکرها رو بگم. و درسته که خودم با نزدیکترین حرم متحد 4,000 کیلومتر فاصله دارم، اما قول میدم جلوی ذریح براتون بخونمش. بزرگواران، امیدوارم طاعات و عباداتتون قبول درگاه ناناس الهی قرار گرفته باشه. بیاین با هم حاضر بشیم تا بریم روضه حضرت دانیل نبی. این توهی مغزای مذهب نما معمولا معتقدن کاشت ناخون هیچ اشکالی نداره و میتونن در عین حال که خر مذهبن ناناس هم بمونن، الهی موش بخورتشون. یا مثلا معتقدن حین نماز خوندن همزاد خودشون که سگ باشه اشکال نداره تو خونه بگرده و برینه توی فرشا. از اونجایی که صدا و سیما با آموزش پرورش و هزاران هزار نهاد فرهنگی با بودجه چند هزار همتی به کنار همه چی رو دایورت کردن و خودمون هم کلن آدمای دایورتی هستیم و حتی یه بار هم نرفتیم سراغ احکام دین و از این ور اون ور شنیدیم که خدا خیلی بخشنده است و نمیدونم ما برای خدا تخم طلا میذاریم و کاری به کارمون نداره، میریم سراغ پست یه بلاگر زن مذهب نما، میبینیم که پست گذاشته اگه نماز قضاهات به قدری که دیگه شمارشش از دست در رفته و میخوای یه ماله خوشگل بکشی روشون، کافیه که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان کل قناعت با یه نماز 2 رکعتی بعد نماز ظهر بخونی که بعد سوره هم یه سوره نسبتا طولانی داره تا شک نکنی به پستش و اینجوری داستان رو جمع میکنه و میشوره میبره. دیگه چی از این بهتره؟ خدا رو شکرم که اوضاع علمی ما کل بحثشون سر اینه که یه روش نوین ابداع کنن و اون مدل قرآن رو بخونن. مثلا وقتی که داری هالتر میزنی قرآن از آخر به اول به صورت پروانه‌ای بخونی. از شما درد نکنه. این کفترهای تشنه فالوور برای اینکه حرفشون باورپذیر بشه یه منبعی برای چرت و پرتاشون مینویسن و میدونن شما اونقدر گشادی که نمیری اونا رو نگاه کنی و ببینی داره راجع به احکام شستشوی میت توضیح میده، نه نماز خیالی مال کشنده برای نماز قضاهاتون. خدا وکیلی کاش تو کله بعضیا پهم بود، اینجوری باز میشد دی اکسید کربن تولیدشو با کاشت درخت جبران کرد. آخر سرم با رشد اون درخت گردنش میسکست و راحت میشد.
در آخر یه پیام دارم برای همه اونایی که کل ویدیو رو تا اینجا دیدن. لایک و ساب و این چرت و پرتا یادتون نره کامنت به انگلیسی بذارین، زنگوله رو روشن کنید و این چرت و پرتایی که هر روز داریم میشنوین و اینکه گوش نکن به حرفاش. آقا گوش نکن تا خدا هست مشکلی نیست چشم هم بزنی آقا محمد نیست خلاص شما. Isso foi do cacete.